مرکز مطبوعات وزارت کورای داخلی تاجیکستان هلاکت 4 نفر در یک صدمه پرقربانی در جنوب کشور را تصدیق کرد. در این صدمه 4 نفر دیگر مجروح شدند. بنا به اطلاع رسمی وزارت کورای داخلی روز 25 اکتبر سال 2021 تخمینا ساعت 13:30 راننده افت-ماشین تمغه اوپل استرا اسلاموف احمد سال تولدش 1948 ساکن شهر کولوب هنگام حرکت از سمت نویه دنغره به سمت شهر لیوکند به مقابل حرکت رو برآمده به افت-ماشین تمغه مرسدس بنز تحت اداره راننده رجب رستم سال تولدش 1994 ساکن جماعت شهرک بوستانقلعه نویه کوشونیان برخورده است. در نتیجه راننده افت-ماشین تمغه اوپل استرا اسلاموف و مسافرانش اسلاموف محمد شریف، نورعلیف سعدالله سال تولدشان 1990 ساکنان شهر کولوب و مسافر افت-ماشین تمغه مرسدس بنز باباجانوف رمضان سال تولدش 1994 ساکن کوشانیان جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. راننده افت-ماشین تمغه مرسدس بنز رجبوف و مسافرانش ارزی و عدالت سال تولدش 1959 علی مردان و الخنوی سال تولدش 1960 ساکنان جماعت دیهات لولزار نویه دنغره و رجب علیف باباجان سال تولدش 1996 ساکن شهر کولوب جراحت گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد.